ای محمد صلی الله علیه و سلم، برای امتانت خبر بده که روز در بین یک جمعیت ملائکه هایم من خبر داده بودم. چی خبر داده بودم؟ اینی جاعل فی الارض خلیفه. ای جمعیت ملائک آگاه باشین که من در روی زمین یک خلیفه می آفرم، پیدا میکنم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. وقتی خداوند میگوید این صدا را من بر ملائکه ها دادم، خبر دادم که من یک خلیفه در روی زمین می آفرم، پیدا میکنم. این ملائکه ها به جانب من گشته گفتند پروردگارا، تو کسی را در روی زمین می آفری، پیدا میکنی که آن کس روی زمین را فساد میکنند و یسفک الدماء، و در روی زمین خون ریزی میکنند. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. پروردگارا، اگر مقصد آفرینش تو حمد و تحلیل تو باشد، ما جمعیت ملائک حمد و تحلیل تو را میگوییم و مانده نمیشویم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. خداوند به جانب این ملائکه ها چی گفت؟ ای جمعیت ملائک، آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. از همین ساعت آفرینش آدم چی شد؟ سر شد. در روی زمین تا آفرینش آدم با قول بعض مفسران جنها زندگی میکردند. شاید که سوال به میان بیاید که این ملائک علم غیب از کجا میدانست که این طایفه انسان، این خلیفه که الحال خداوند بر ملائکه ها خبر داد که من خلیفه را در روی زمین می آفرم، ملائکه ها در حال گشته گفتند که این خلیفه مقصد از خلیفه این حضرت آدم بود. شاید سوال برمیان بیاد که ملائکه ها از کجا می دانستند که آدم در روی زمین را فساد میکند و خونریزی میکند، حالان که علم غیب در نزد خدا هست. مفسران میگویند زیرا که پیش از آدم در روی زمین جنها زندگی میکردند و جنها روی زمین فساد کردند و خونریزی در روی زمین کردند. یا شاید میگه تحلیل دیگری مفسران این است که در لوح المحفوظ جنها خوانده بودند که این سیر، این حالت خداوند در آن لوح المحفوظ کتابت کردگی بود. یا شاید میگن مفسران این که بغیر ملائک اونها میدانستند که همه مخلوقات خداوند در نزد خداوند عاصی و گناهکار میشوند، از این خاطر این سخن گفته بودند. لیکن خداوند چی گفت؟ گفت این ملائک گفت آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. و خداوند به آفرینش آدم چیکار کرد؟ شروع کرد. و خداوند در قرآن خبر میدهد ما آدم را از خاک آفریدیم. حضرت آدم خداوند از خاک آفرینش کرد، پیدا کرد و بعد او مختصرا من بر شما حکایت میکنم، و بعد او از پاره از قسم قبرغه چپ حضرت آدم مادر ما و شما ما حوا را هم خداوند پیدا گردانید و هر دینها را یک جفت ساخت و هر دینها یک جایه شدند و فرزندهای اینها در روی دنیا پیدا شدن گرفت. و خداوند پیدایش آدم هم بسیار خوبه در سوره مؤمنون برای ما و شما حکایت میکند، خبر میدهد که انسان چگونه در شکم مادر آب تاب مییابد. گوش میاندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. خداوند میگوید انسان ما
از خاک آفرینش کردیم، پیدا کردیم. یعنی سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. البته همه این به یک معنای هست که انسان ما از نطفه آفرینش دادیم. ثم خلقنا نطفة علقة ثم خلقنا علقة مضغة ثم خلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا خداوند چی میگوید؟ میگوید خلق کردیم انسان اولا از یک نطفه آبی سفیدی که در رحم مادر پرتافته شد و بعد 40 روز این نطفه، این آبی سفید به یک خونپاره مبدل شد و بعد از آن این خونپاره به گوشتپاره مبدل شد. بعد از آن این گوشتپاره به استخوان مبدل شد. ثم کسونا العظام لحما. بعد از آن ما اطراف این استخوان پر از گوشت ساختیم. ثم انشأناه خلقا آخر. بعد از آن ما ایراد جان در وجود این آدمی که در شکم مادر است ما جان دمیدیم. فتبارک الله احسن الخالقین. چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خلق می سازد. مفسران میگوید فتبارک الله احسن الخالقین. این آیت وقتی که حضرت رسول اکرم میگه به مردم خبر میداد ترتیب آفرینشی آدم و فتبارک الله احسن الخالقین ناگفته که میگه رسول اکرم خنده کردند. صحابه گفتند باعث خنده چی هست؟ گفت الحال این سخنی که فتبارک الله احسن الخالقین که از زمان عمر صدا داد دوام آیت به همین سخن عمر انجام یابد. حضرت عمر گفتند شکر به سوی خدا که در 4 آیت با خدا چی شدم؟ با خدا در سخن خداوندی پیشگویی کردم که این سخن من با سخن خداوندی راست آمد. وقتی حضرت رسول اکرم که آفرینش آدم گپ میزد حضرت عمر در آخرش گفت فتبارک الله احسن الخالقین. چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خوب آفرینش داد که از یک نطفه به خون، از خون به گوشت، از گوشت به استخوان این مبدل ساخت. بعداً جان در وجود این چکار کرد؟ پیدا کرد. و همین پیدایش آدم خدا رحمت و مغفرت کند سعدی بزرگوار که حضرت بسیار خوب بر ما و شما باز یک در نظم ادرارت میگوید ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. حضرت میگوید به یک انگشت الهی نظر کنید. یک انگشتی که چگونه که شما بخواهید ملائما قد می شود نگاه کنید که در یک انگشت چند استخوان پیوست کرد. ببین تا یک انگشت از چند بند به صنع الهی به هم در فکن. پس آشفتگی باشد و ابلهی که انگشت بر حرفی صنعش نهی. پس انسان به عقل است میگه سعدی. پس انسان ابله است وقتی که در همین قدرت الهی چکار نمیکند؟ باور نمیکند و تسلیم نمیشود و نمیگوید که انسان از خاک است و نمیگوید که انسان نظر کن که هر یک استخوان پاره‌ای که در وجود او هست همه این از قدرت الهی است. ما و شما پیشینیان میخوندیم یک درس‌های باطله داشتیم که انسان از میمون است، لیکن الحمدلله که امروز دروازه علم گشاده شد، حقیقت باز جای خود پیدا کرد. ما و شما فهمیدیم که انسان از میمون نبوده بلکه انسان خدا خود در قرآن خبر میدهد این من پیدا کردم از خاک، که آفرینش حضرت آدم اولش چی بوده است؟ از خاک بوده است. تأمل کن از بحر رفتار مرد، حضرت میگوید تأمل کن از بحر رفتار مرد که چند استخوان پی زد و وصل کرد. تأمل کن از بحر رفتار مرد. وقتی انسان راه میگردد در رفتار انسان میگه نظر کن که چند استخوان پی زد و وصل کرد. ببین هر یک مشک، هر یک استخوان در حالت قدم زدن چگونه اینش پس میراد، اینش پیش میآید، کدامش در جای خودش استوار ایستادگی است، تا که آدم با یک خوب با یک قدم‌های مستحکمی خواه میدود، خواه مینشیند، خواه راه میگردد. همه اینها را خداوند چکار کرد؟ جا به جا کرد.
که به گردش کعب زانوی و پای نشاید قدم برزدن ز جای. حضرت میگه اگر همین استخوان‌هایی که ملایما قطع میشدند، اگر این استخوان‌هایی که در پای انسان خداوند گذاشتگی هست، اگر اینها یعنی یک حرکتی نمی داشتند، انسان از جاش قدم زدن نمیتونست. از آن سجده بر آدمی سخت نیست که در صلب او مهره یک لخت نیست. حضرت میگوید این سجده که شما بر خداوند میکنید که میان خم میکنید در رکوع، از آن سجده بر آدمی سخت نیست. برای تو سجده کردن هیچ مشکلاتی ندارد. برای چی؟ که در صلب تو مهره یک لخت نیست. زیرا که اون ستون مهره‌ای که خدا برای تو آفرینش کرده است، او یک لخت نیست، او یک ستون راست نیست. 200 مهره بر یکدیگر ساخته است که گل مهره چون تو پرداخته است. حضرت میگوید 200 مهره بر یکدیگر ساخته است. این مهره های ستون مهره را نظر کن که هر کدام این با یکدیگر چگونه یک پیوست خوبی میشوند و چون گل مهره چون تو پرداخته است، مثل یک گل یک منظره خوبی دارد و هر کدام اون چی میشود؟ خم راست میشود تا انسان خدای خود را سجده کند، تا انسان چیکار کند؟ از پی کار و معیشت زندگیش به آسانی از عهده اینها برآید. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. حضرت سعدی میگوید یک بر نظر اندام نظر کن، تو به منزله یک زمینی هستی، به منزله یک زمینی هستی که 360 جوی، 360 رگ پیوند در وجود تو حرکت میکنه. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. آفرین. هزارها حمد به جانب او ذاتی که اگر انسان آفرینیش نظر بکنی، هر یک اعضای او به خدا قسم ما و شما را در حیرت میارد. چگونه یک آفرینش زیبای در وجود انسان خداوند پیدا کرده است. از این خاطر خداوند بر ما و شما خبر میدهد ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا. به تحقیق من فرزند آدم نسبت همه مخلوقاتی که در روی دنیا دارم از همه اونها دیده مکرمتر ساختم، عزیزش ساختم. ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی خداوند مخلوقهای زیادی دارد. ما و شما گاوک دعا میکنیم 18,000 مخلوق میگیم، در اصل 18,000 مخلوق خدایی البته موجود هست و از بین این 18,000 مخلوق فرزند انسان خدا میگه ولقد کرمنا بنی آدم، فقط و فقط فرزند آدم من در بین همه اینها چیکار کردم؟ مکرم ساختم. از همه این مخلوقات دیده قدر ما و شما در نزد خداوند از همه بالا هست. ما شیء اکرم علی الله یوم القیامت من ابن آدم. رسول اکرم میگوید در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر مخلوق هیچ کلامش در نزد خدا قدری ندارد. قیل یا رسول الله ولا الملائکه، دیگر رسول الله را سوال کردند آیا ملائکه هم دیده از خدا از این فرزند آدم دیده پستر است؟ رسول الله گفتند ولا الملائکه، ملائکه هم در نزد آدم هیچ قدر و قیمتی ندارد. در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر هیچ چیز در نزد خدا، حتی ملائکه ها هم در سینه دوم بعد انسان قرار میگیرند. ان المؤمن اکرم علی الله من ملک مقرب. رسول اکرم میگوید حتی بنده مؤمن فرزند انسان در نزد خداوند از ملائکه مقرب دیده در نزد خداوند نزدیکتر است، با قدرتر است، با فضلتر است. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. شاعر میگوید ای انسان نظر به سوی خود بکن، نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو زی چشم خود نهانی، تو کمال خود چی دانی؟ چو دور از صدف برون آ که تو بس گران بهایی. حضرت میگوید نه دور قدر دارد، نه صدف مثل تو قدر دارد.
تو بسیار یک گران بهایی، تو بسیار یک قیمت بلندی داری، تو بسیار یک فضیلت خیلی بلندی داری، اگر تو به شرطی که با قدر خودت به این منزلت خودت برسی. در تفسیر قرطبی یک حکایه میارد که در دوره های خلیفه منصور عیسی موسوی گفته که شخص زندگی میکرده است. این همون خلیفه منصوری هست که ابو حنیفه از دست این کشته شد. در زمانهای همین منصور، همین خلیفه بیرحم، اگرچند که مسلمان بود لیکن ابو حنیفه را مجبور کرد و بر او زهر دادند و حضرت به خوردن همون زهر از این ابو حنیفه که خیلی امام مشهوری هست، حضرت بین برای چی؟ برای آنی که حضرت پیشنهاد کردند منصور که تو قاضی میشوی. حضرت ابو حنیفه قاضیگی را قبول نکردند، قاضیگی را قبول نکردند، زندانش کردند. 4 سال میگه در زندان بود، 4 سال عذابها کشیدند. هر روز میگه در پشت مبارک چند بره میزدند تا که تو چکار کنی، تا که تو همین قاضیگی را قبول کنی. لیکن حضرت قبول نکردند. در آخر از دست همین منصور مجبوراً چکار کردند؟ یک قدح زهر داده شد و از دنیا گذشت. در دوره همین منصور عیسی موسوی گفتگی میگه در تفسیر قرطبی میگذرد که یک مرد میگه به سوی زن خود گفت اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من طلاق. وقتی این سخن میگه گفت، این زن میگه چند روز از این مرد جدا شدند، زیرا که این شرطی که این شوهری او گذاشت که تو از ماه دیده اگر زیبا نباشی تو در نزد من طلاق هستی. در حال نزد عالما میگه مراجعت کرد که شوهر من چنین شرطی مانده است که اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من حرام هستی. چیکار کنم؟ آیا یگان فتوایی دارد که ما باز حیات خودمانه از سر نو بنیاد کنیم؟ نزد میگد منصور همه علما جمع شدند و در تحلیل همین مسئله میگد همگی در فکر رفتند و یکی از اینها میگد، یکی از این علما میگه از جای خود خیست و گفت خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق الله العظیم. ما انسان در بهترین صورت خلق کردیم. از ماه دیده، از آفتاب دیده فرزند انسان زیباتر است. از این خاطر این شوهری که الحال این شرط بر تو مانده است، این شرط بیکار است. تو از ماه هم دیده زیباتر هستی، از آفتاب هم دیده زیباتر هستی. رفته بی نکاح با شوهری خود چکار کن؟ زندگی کن. یعنی البته این آیات هم دلالت بر این میکند که انسان البته زیبا هست، انسان با قدر هست، با فضل هست. لکن باز ناگفته نماند که در دوام همین آیت خداوند بر ما و شما چی میگوید؟ ثم رددناه اسفل سافلین صدق الله العظیم. همین فرزند انسانی که از همه مخلوقات دیده زیباتر است، با قدرتر است، مکرمتر است، همین در پسترین دوزخ با جاش میکنم. همین فرزند انسانی که این قدر منزلت دارد، این قدر قدر دارد، در پسترین سطح دوزخ باز همین فرزند آدم چکار میکند؟ جایگیر میشود. به سبب چی؟ به سبب آن است که خداوند بر ما و شما میگوید این عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید به درستی این که ما یک امانت داشتیم،
که این امانت بر آسمان پیشنهاد کردیم، بر زمین پیشنهاد کردیم، لکن زمین آسمان به این بزرگی رد کردن، قبول نکردن، این امانت قبول نکردن. وقتی که به فرزند آدم این امانت ما پیشنهاد کردیم، در حال فرزند آدم این امانت قبول کرد. این امانت چی است؟ این امانت خداوند میگوید این احسنت جوزیت و این اسعت عوقبت. اگر شما به عبادت خدا بپردازین شما مکافاتی نیک میگیرین، اگر از عبادت خدا سرکشی کنین شما چی هستین؟ شما در نزد خدا مکافاتی بد میگیرین. این همان امانتی هست که اگر ما و شما همین عبادت هایی که الحال ما و شما انجام میدیم همون امانت است که خداوند به حضرت آدم پیشنهادش کرد. حضرت آدم اینو قبول ساخت. اگر ما و شما امروز همین امانت خیانت کنیم، بر همین امانت اگر ما و شما این را پسی سر بگذاریم، همون آیتی که خداوند میگوید فرزند آدم در پسترین دوزخ جا میکنم، البته شایسته همون پسترین دوزخ همون بنده ای که از عبادت خدا رو میگرداند سزاوار میگردد. بهاییم بر روی اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. بزرگی انسان بین. بهاییم بسر اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. حیوان میگن نظر کن سعدی که چگونه میگن خدا آفرینش کرده است که سری او دائم بیچاره به سوی پایان خار است، لیکن انسان بین میگد که در بالای قدم های خود سوار است. نگون کرده ایشان از بحر خور، تو آری به عیزت خوریش پیشی سر. بین حیوان بین میگد برای خوردن سری خود بر زمین پایان میکند، نزد مثال طعام میرود، لکن چی است؟ تو آری به عیزت خوریش پیشی سر. تو باشی طعام پیشی سر میاری و نزد لبها و دهان خودت میاری، نه مثل حیوان سر پس کرده و تو از پی طعام شوی. نزیبت تو را با چنین سروری، که سر جز به طاعت فرود آوری. خدا اینقدر زیبندگی و اینقدر فضیلتی که بر تو داده است، و زمین این اگر تو از عبادت خدا که رو بگردانی، از تو دیده دیگر بی‌زیبترین، از تو دیده بی انصافترین دیگر مخلوق سعدی میگد موجود نیست دیگر. ولیکن بدین صورتی دلپذیر، فریبا مباش سیرتی خوب گیر. حضرت میگوید این بر تو کرده است، تو بر این فریبا مشو، تو بر این چکار نکن، تو بر این فریفته نشو، بلکه سیرتی خوب گیر، بلکه تو راهی حق بشناس، تو برای حق چکار کن، قدم بزن. راهی راست بایدد نه بالای راست، که کافر هم از روی صورت شماست. البته راه راست برای خودت انتخاب کن، راه عبادت برای خودت انتخاب کن، راه خداشناسی را برای خودت انتخاب کن. در این صورت چه است؟ تو بنده همون بنده ای که الحال از آیات ها مکرم بدن او را شنیدی، تو از اون طایفه هستی. و الا اگر تو به قدر خود نرسی، به این منزلتی خود که نرسی، کافر هم از روی صورت شماست. انسانی کافر هم مثل ما و شما هست، اونم مثل ما و شما جسد دارد. زندگی مخصوص بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. البته زندگی که خدا بر ما و شما داده است، این فضیلت و این عنوان انسانی که خدا بر ما و شما داده است، اینا همش از برای عبادت هستند. همه این برای عبادت همان ذات یگانه هست. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. حضرت سعدی میگوید آیا تو همون آدمی نیستی؟ و تو چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ تو فریفته شیطان شدی، تو پیرو شیطان شدی. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. اون مکانی را که حضرت آدم
اون مکانی را که رسول اکرم طی کرد و برآمد شب معراج که جبرائیل از او پس ماند، حضرت به اونجا رفته نتانست. جای در حضرت یاد، جای در انسان رفتگی است، جای در آدمیت رفتگی هست که فرشته میگه چیکار نکرد، رفته نتانست. طیران مرغ دیدی تو زیپای بند شهوت بدرای تا ببینید طیران آدمی. حضرت سعدی میگوید تو پرواز مرغ دیدی، پرواز پرنده را در آسمان دیدی و همان دلی تو را برد. آیا اگر تو هم از پایبند شهوت بدرای، یعنی تو هم که اگر از راه های شیطانی را برای خودت محدود اگر بسازی، تو هم مثل همان پرنده در آسمان پرواز کرده میتونی. امروز ما و شما انسانیت، یعنی با یک شکل، با یک چهره های زیبا، با یک لباس های زیبا باید که البته تصور نکنیم، بلکه زیبا و مکرم و معظم در نزد خدا همون کسی هست که او عبادت دارد، در وجود او چی است؟ ترس خدا موجود است و از خدا میترسد. اون انسان چی است؟ اون انسان در نزد خدا این منزلت هایی که الحال از آیت ها بر شما خواندم، از حدیث ها خواندم، البته همین اون کس موفق است. و الا به این قد زیبا مانو، به این ثروت و دولت مانو، به این مرکب هایی که ما و شما سوار میشیم، البته به این ما و شما هیچ ننازیم، زیرا یعنی انسان به اینها در نزد خداوند شناخته هم نمیشود، در این هیچ قدر و منزلت هم پیدا کرده نمیتونه. علی خوش به حال همه ما و شما که همان انسانی که الحال من برای شما معین کردم و برای شما خبر دادم، البته همین است. این یک مختصرا درباره فضیلت و درباره آن وظیفه هایی که انسان بر دوش خود دارد. البته وظیفه همه ما و شما معلوم است. وظیفه ما و شما الحال همین نماز جمعه که شما آمدین، یا نمازهای با جماعتی که شما انجام میدین، یا اینکه روزهای ماه رمضانی که شما میدارین، همه این وظیفه هر کدام ما و شما هست. همین اگر ما و شما انجام دادیم، انشاءالله در نزد خدا ما و شما همان معظم و همان مکرمی که خدا خبر داده است ما و شما صاحب میشیم. وقتی که نزد حضرت رسول اکرم گروهی نصارا آمدند، مردمی که حضرت عیسی را پرستش میکنند، وقتی آمدند بر رسول اکرم گفتند که ای پیغمبر، تو میدانی که برای چی ما عیسی را بچه خدا میگیم؟ میدانی؟ گفت برای چی میگین؟ حالان که خدا خود منزه است، خداوند فرزند ندارد، خداوند یک و یگانه است. گفت برای آنی که ما خدا را دوست می‌داریم، برای دوست داشتن آنی که ما خدا را دوست می‌داریم، عیسی را بچه خدا میگیم. در زمان میگه آیت فرامد چی بود؟ این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. جبرائیل امین آیت فراورد، گفت محمد بر این گروه نصارا بگو که خداوند میگوید اگر شما دعوا دارین که خدا را دوست می‌دارم، اگر دعوای شما حقانی باشد، پیرو محمد شوین، پیرو محمد شوین. خدای شما یحببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد و یغفر لکم ذنوبکم، به سبب دوست داشتنتان باز گناههای شما را خدا مغفرت می‌سازد. والله غفور رحیم، خدای شما بی نهایت غفور و رحیم است. شما پیرو محمد چید. اطیع الله اطیع الرسول، خدا را وقتی شما میخواهید که اطاعت کنین، اطاعت محمد بکنین. فإن تولوا، اگر شما نخواهید که بر محمد پیرو شوین، فإن الله لا يحب الكافرین، یقین بدانین همه شما کافر هستین، خدا کافر را دوست نمی‌دارد. این گروه نصارا را همچنان خداوند جواب گردانید. کجا است همون پیروای عیسی که امروز نظر به همین آیت های کریمه کنند؟ کجا است همون پیروای عیسی جاهلی که امروز به سوره صف نظر کنند که خود عیسی چی میگه؟ اذ قال عیسی یا بنی اسرائیل
اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید ای محمد، همین عیسی که 530 سال یا 540 سال پیش از تو گذشتگی هست، همین عیسی در بین همین بنی اسرائیل برآمد کرد، گفت ای بنی اسرائیل، من بر کتابی که در پیش دارم این از موسی بود، من بر این باوری داشتم. امروز انجیل عیسی، انجیل من آمد، شما چنگ زننده بر انجیل من باشید، لکن فراموش نکنید که بعد من پیغمبری می آید که خاتم النبیین است. پیغمبری بر همون انسان ختم می شود، اسمه احمد، نامی او احمد است. شما بر همون انسان چکار کنید؟ پیرو شید. پیغمبر ما و شما در آسمان به نام احمد مشهور است، در روی زمین به نام محمد مشهور است. عیسی پیروان خودش دلالت به چی میکند؟ دلالت به چنگ زدن به سوی رسول اکرم میکند. در دیگر جای قرآن خداوند چی میگوید؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیغمبر بر شما از نفسهاتان دیده باید محبوب تر باشد و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. وقتی که جنگ تبوک میگد آغاز شد، رسول اکرم اعلان کرد که همه مردم مسلمان بیرون شوید و در این جنگ تبوک همراه من اشتراک میکنید. این صحابه ها چی گفتن؟ گفتن پیغمبر خدا، از پدر و مادر میپرسیم، آمده در کشونهای لشکری تو همراه میشویم و بازدید آن کسانی که دین تو را و قرآن تو را تحقیر میکنن مبارزه میبریم. آیتی آمد النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم. محمد بر این امتات خبر بده که تو را باید از پدر و مادر دیده دوست بدارن. پدر و مادر کجا میپرسن؟ از تو بپرسن. از نفسها و از جانهاشون دیده تو را دوست بدارن و خبردارشون کن که زنهای تو مادرهای اینها هستند. البته به البته رسول اکرم حدیث صحیحش است، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین. ایمان شما کامل نیست ای امت من تا زمانی که شما مرا از پدر و مادرتان، از فرزندهای جگرگوشتان و از تمام مردم و از مال و انجام و پول و خانه که دارین و از جانهایی که در وجود دارین، از این دیده مرا دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. در اصل خدا ما و شما را منت میکند که ای بندگان، ای تخم انسان، پیش از آنی که محمد بر زمین نیامده بود و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، شما گمراه بودین. شما نمیدانستین انسان چی هست، شما نمیدانستین خدا چی هست، شما انسان اخلاق نمیدانستین چی بود. روز رسول اکرم آمد دنیا منور شد. روز رسول اکرم آمد انسان قدر و قیمتش پیدا شد. همه ای توفیل پیغمبر خدا شد. ما و شما را خداوند منت میکنه. حضرت عمر میگه در معرکه بودن، گفتن یا رسول الله انت احب الی من کل شیء الا نفسی. پیغمبر خدا، من تو را از پدر و مادرم دیده، از فرزندهام دیده، از خانم دیده، از مال و انجام، از تمام یار رفیقم دیده، تو را دوست میدارم، لکن بغیر جانم، جان خودم دوست میدارم. رسول الله گفتن لا یا عمر، تا اگر از جانت هم دیده مرا دوست نداری ایمان تو کامل نیست. عمر حضرت چیکار کردن؟ حضرت میگه در تفکر رفتن، گفتن من همان عمری نبودم که شمشیر در دستم بود، میخواستم سر محمد ببرم.
این امروز قدر من، این قیمت من در بین تمام مسلمان ها پیدا شد. طفیل محمد بود آخر. و ایلا من کی بودم؟ و ایلا من کی بودم که رسول اکرم از من دعا طلب میکند؟ من از کی؟ من از صحاب رسول اکرم به این درجات رسیدم. و ایلا من هم سگ از سگای دوزخ بودم. اگر همراه ابو جهل، همراه ابو لهب از دنیا میگذشتم، مثل اونا دوزخی بودم. من این شرافت و درجاتی که رسول اکرم گفت قصر عمر در جنت دیدم، من را طفیل رسول الله یافتم. میگه گشته گفتن یا رسول الله انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی. پیغمبر خدا از پدرم دیده، از مادرم دیده، از فرزندهام دیده، حتی از جانم دیده من تو را دوست می‌دارم. رسول الله چی گفت؟ یا عمر الان تمت سعادتک، الان ایمان تو کامل شد، نیکبختی نصیب تو شد ای عمر. صحابه ها پیغمبر خدا را به نهایت دوست می‌داشتند. یک صحابه بود به نام مصعب ابن عمیر، جوان بود. رسول اکرم میگه وقتی که من با همراهی مصعب در مدینه منوره بودیم، پدر و مادر مصعب بسیار به دولت بودند لکن ایمان نداشتند. این مصعب میگه پنهانی از پدر و مادرش ایمان آورده بود. وقتی که رسول الله میگه در کوچه ها سیر میکرد، مصعب بهترین لباس هایی که 200 درهم بود در تنه همین مصعب بود. بای بچه بود. میگه پنهانی آمد، میگه بر من ایمان آورد. وقتی میگه ما احوالمان که تنگ شد، دیگر آزار و مشقت این مشرکان که زیاد شد، به حبشستان میگه سفر کردیم. و این مصعب میگه پنهانی از پدر مادرش از خانه بیرون شد و پیما شد، به حبشستان میگه آمد. من به شما محبت صحابه ها را گپ میزنم. وقتی میگه بر حبشستان آمدیم، بی نهایت احوال من بد بود. خوردنی نداشتیم، آب زیادتی نداشتیم، همه با یک چینک معینی بود. میگه این رسول اکرم میگه من در زیر یک درخت نشسته بودم، به ناگاه با پیش میگه همین مصعب گذشت. همان مصعبی که میگه 200 درهم کرته میپوشید. نگاه کردم که در این مدتی که همراه من است، یک گیله میکونه در پشتش پرتافتگی بود. حضرت میگه چندین جای گیله میگه دریدگی بود. نگاه میکردم که به حضور نمایان بود که حضرت یا شکمش گرسنه بود میگه یا حلقش تشنه بود. میگه از پیش من گذشت. دیگر میگه من طاقت نکردم، ایمانداری مصعب را که دیدم میگه دیگر گریان شدم. رسول اکرم میگوید وقتی میگه اندک روز از بین گذشت، به ناگاه اعلان جنگ شد که فردا یک قبیله با شما اعلان جنگ دارد. رسول الله همه صحابه ها را میگه خبر کردم. فردا میگه به میدان جنگ وقتی که در آمدیم، بیرق میگه مصعب گرفت. این بیرق برداشتن البته کار خیلی یک آدمی به غیرت در کار است که بیرق بردارد. بیرق برداری این نشانش همین است که یعنی دل مسلمان ها را باز قوت زیادتر میکند، روحیه مسلمان را به قوت میکند. میگه نگاه کردم که همون بیرق در دستش است و میگه بی نهایت جنگاوری میکرد. به ناگاه میگه همون دستی که بیرق داشت میگه از دست یک مشرک زده شد. لکن میگه مصعب ایمانی که کاملی که در وجودش جوش میزد، در دست دیگریش میگه بیرق داشت و پیش میرفت تا که مردم مسلمان میگه روحیش نافتاد، با پیش حرکت میکرد. میگه وقتی میگه با پیش میرفتیم، نگاه کردیم این دفعه که دست دیگری مصعب میگه زده شد. لکن مصعب خدا رحمت مغفرتش کند، ایمان کامل که بود، اسلام اساسی که در وجودش جوش میزد، حضرت میگه همین دست های چلاقی که داشت میگه پر از خون در پیش بر میگه همون بیرق داشتگی بود و با پیش میگه با یک صدای پست آواز میداد با پیش میرفتن.
بناگاه میگد رسول الله میگد دیگر جایی نبود که من پشتیبانی مصعب کنم، زیرا که همه احاطه ما مشرکا بود. بنا میگه خنجر میگه در شکم همین مصعب زده شد که میگه بیرق از دست مصعب میگه به زمین زد. من فرمان دادم که یک صحابه بیرق بردارین تا که روحیه مسلمانان شکسته نشود. میگه بیرق در دست دیگر صحابه زد، میگه بالا برداشتن. وقتی میگه بود چی جنگ گشته آمدیم، همون شالچه همون گلیمی که در پشتش پرتافتگی بود خواستیم از همون کفنش کنیم. همین بچه‌ای که در یک ناز نعمت تولد شدگی، همین بچه‌ای که بهترین لباسی پدرش می پوشید، همون میگه گلیم وقتی که از بالا می پرتاییم زانه های مصعب نمایان می شود، از پایان پرتاییم بالای سرش نمایان می شود. صحابه گفتن یا رسول الله را چگونه کفن کنیم؟ رسول الله میگه فرمان دادم بالای سرش پوشانید و پایان پاش یک توده خار میگه آوردیم محکم کردیم و همت میگه در گور جاش کرد. صحابه را محبت شوید. حضرت خباب خدا رحمت و مغفرتش کند، وقتی که میگه اسیر افتاد در دست مشرکا، چنان خواب میکرد بیگاه که میشد بر شکم میگرداندند، در جای همون سوختگی به دره میزدند. حتی میگد همون آهنایی داشتن گرم کردگی در پشت همین خباب میگذاشت. رسول الله گذر میکرد، قدرتی نداشت. رسول الله گذر میکرد میگو خباب صبر کن، باغی از باغهای جنت صاحبی تو میشود. حضرت میگه دائم همین تا خبردارش میکرد، لیکن هزار شکر که خباب از دست مشرکان میگه کشته نشد. وقتی حضرت عمر میگه دوره های خلافتون بود، خباب پرسان کردم ای خباب تو چگونه عذابها دیدی؟ حضرت میگه کرته را بدر کردن، گفتن بر همین دو شانه من نظر کن خود عذاب معین میشود. حضرت عمر میگه نگاه کردیم در پشت خباب هیچ گوشت دیده نمیشد، همه سوختگی بود، همه سوزاندگی و همه کندگی بود. لیکن حضرت در محاربه ها اشتراک میکرد، برای نه خانه داشت، نه پول داشت، نه مال داشت، فقط برای چی؟ برای حمایه قرآن، برای حمایه پیرو پیغمبر خدا، برای حمایه اسلام چکار میکرد؟ جان فدایی میکرد. امروز همان اسلامی که به مشقت آمده است در دست ما و شماست. ای انسانی که ترک خدا زده است به انصاف شده، تو نخواه که به یک پارچه نان، نخواه که به یک نیم کیلو روغن همین یهود تو همین دین خود تغییر بدی. عیب نیست، انصاف نیست. عمر اندک است برادر عزتمند، عمر اندک است، 50 سال 60 سال چنان گذری میکنه تو نمیفهمی، تو به خدای خود رو پرو میشه. این دین عند الله الاسلام، دینی که اون نجات دارد این اسلام است. همه دینها در برابر اسلام منسوخ شدن، بیکار شدن، اینا دیگر هیچ اهمیت هم ندارن. کسی چنگ زننده بغیر اسلام است، خدا بر او چی میگه؟ میگوید که لن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. یقین بدان کسی که پیرو محمد نیست، کسی که چنگ زننده اسلام نیست، او کس در آخرت زیانکار است و اون کس در نزد خدا جوابگر است. حضرت بلال رضی الله عنه حبشی بودند. بلال از پیروی شد سرمه چشم، مولوی میگد سرمه چشم پیغمبر خدا از چی حساب شد؟ از حساب پیروی پیغمبر شد. حبشی بودند. وقتی آمدن رسول اکرم دیدن شیفته شدند. یقین دانستند که از این گونه چهره، از این گونه زبان دروغ نمی براید. پیروی محمد شدند. مادامی که غلام بودند، سردارش شکار کرد، سردارش درکدار شد که بلال ایمان آورده است. بردن همون جایی که مصعب عذاب میکردند، در همان زمین خواباندند. این ابو جهل لعنتی در بالای میگه شکم همین بلال یک خرسنگ بی نهایت کلانی را گذاشت که دیگر حضرت میگه حرکت کردن نمیتونست. لبه ها همه کفیدگی، بیابان تسبان. وقتی با پیش میگذشتند، آیا از دین بابات پیروی میکنی یا دین محمد را؟ بلال چی میگفت؟ احد احد احد، خدا یکه را پیرو استم، خدا یکه را پیرو استم، خدا یگانه را پیرو میشم.
عذاب میدادند. ابو جهل میگوید مانده میشیدم. تاریخ میگوید ابو جهل از زدن بلال، امیه ابن خلف از زدن بلال مانده میشدند، لکن بلال نمیگشت. ابو بکر صدیق میگه به پیشش گذر کردم، نگاه کردم به نهایت حالش بد است. گفتم ابو جهل چند سوم میفروشی بلال را؟ میگد گفت 100 تنگه. بلال میگه 100 تنگه برآورده در دستش دادم. بلال خلاص کردم آوردم نزد رسول اکرم. میگد ابو جهل در تمام شهر آوازه کرد که اگر ابو بکر 1 تنگه میداد من میدادمش در عوضی که مرا 100 تنگه داده است. ابو بکر صدیق اگر تو میدانستی منزلت بلال، اگر تو میدانستی که قدر بلال، تو میدانستی این توحیدی که در وجود بلال است، تو اگر 1 تنگه نه 1000 تنگه میگفتی من میخریدمش. وقتی آوردوش درون وجود بیرون سیاه بود، لکن درون آینه واری سفید بود، همه وجود ایمان بود. رسول اکرم دید که بی نهایت ایماندار است. حضرت اذان در دست بلال داد، دائما اذان میداد. وقتی رسول اکرم میگه در مدینه منوره از دنیا گذشتن، بلال دیگر طاقت نکرد، ترک کرد، بر همون حبشستان خودش رفت. میگه 1 سال از بین گذشت که پیغمبر خدا را در خواب دید. میگه پیغمبر گفتش بلال این چی ظلم است که در حق ما کردی، بار زیارت نمیای؟ بلال میگه در خواب گفتمش رسول اکرم من دیگر در مدینه دور دادن نمیتونم، هر وقتایی که قبر مبارک تو را میبینم دیگر من طاقت مدینه در زندگی کردن نداشتم. میگه مادامی که خواب دید حضرت میگه گشته آمدم به مدینه. وقتی میگه مدینه در آمدم، امام حسن که میگه خیلی کلانسال شده بودن، مرا گفتن که مثل همون دوره پیغمبری خدا نمیبرای ای بلال 1 بار دیگر اذان بتی. میگه این یارای بهشتی را دیگر گپشون رد کردن نتونستم، بالای منبر برآمد. میگه وقتی که میگه بلال اذان گفت الله اکبر الله اکبر، مثل که دوره پیغمبر در اذان میگفت، تمام زنها و مردها میگه زنده شدن، گویا که محمد زنده باشد. همه میگه از خانه ها بیرون شدن. حضرت میگه رسید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتگی ده از حش میگه غلطیدن. نام محمد بر زبان کران میگه حضرت در جاش غلطیدن. وقتی میگه به یک میدان کشادی آوردنش، حضرت علاکه میگه چنان محبت جوش میزد، میگفتن اولاد اجدادش میگفت که وا مصیبتا، امروز بلال از بین ما میرود. بلال باشد چی میگو؟ غدا القا محمدا و صحبه، چی خوشی است که فردا محمد با همراهی صحابه هاش زیارت میکنم. چی خوب است که من فردا در جنت با این یارایی که داشتم با اینا ملاقات میکنم. با همین شیرینی محبت پیغمبری خدا تلخی جان حضرت میگه دیگر هیچ حس نکرد. محبت صحابه ها را بید. محبت صحابه دیگر به نام هلال بود. شاید شنیده باشین، من به شما پیوسته این محبت صحابه ها را میگم، بعداً محبت خودتان با محبت صحابه مقایسه کنید. رسول اکرم میگه ما جمع یک جایه میگه در مسجد نشسته بودیم، اطراف من میگه پر از صحابه ها بود. به ناگاه میگه گفتم ای یاران من، ای همنشینان من، الحال از دروازه مسجد کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. صحابه در حیرت ماندند که آدم جنتی را در دنیا چهرهش بینیم کی باشد. همه میگه خیستن نزد دروازه رهسپار شدند. لیکن رسول اکرم گفت ای صحابه ها، گفت دوستان خدا را شناخته نمی شود. آن کسی که الحال وارد مسجد می شود که مشتاق جنت مشتاق اوست، شما او را نمی شناسید. صحابه میگه گشته آمدن در اطراف پیغمبر مثل پروانه نشستند. به ناگاه میگه یک مرد در آمد، قد دراز داشت و سیاه‌پوست بود. این بلال نبود، این هلال بود. به نزدیک رسول اکرم آمد.
با پیغمبر خدا میگه سلام کرد، در پیش پیغمبر خدا نشست. رسول الله میگه وقتی من نظر به چهره هلال کردم، چشمهاش میگه در قعر سرش رفته بود از گشنگی. میگه گفتم هلال اگر اجازت باشد طعام برای تو مهیا کنم تا که افطار کنی. میگه هلال گفت پیغمبر خدا من نظر کردم که اگر با پیغمبر خدا ملاقاتی شوم 3 روز روزه میگیرم. امروز که خدا مرا نصیب دیدار تو کرده است من 3 روز روزه میگیرم. رسول الله میگه گشته گو هلال وقتی که بعد 3 روز روزه تا میشکای در حق محمد دعا کن. هلال میگه گشته گفتن یا رسول الله شما نجات یابنده هم در دنیا و هم در آخرت هستین، شما آفتاب هم دنیا و هم آخرت هستین، شما دعای هلال ده هیچ احتیاجم ندارین. چگونه ای که عمر میگوید من وقتی که مکه مکرمه میگد فتح شد، اسلام وقتی غلبه کرد در مکه مکرمه، من اراده کردم که رفته یک عمره کنم در خانه کعبه. پیغمبر خدا میگه به جانب من گشت گفت عمر اشرکنا بشیء من دعائک ولا تنسنا. عمر وقتی تو عمره میکنی و عمره را بود میکنی یعنی حج بود میکنی، محمد را فراموش نکن، در دعات مرا وابسته بکن، در حق من دعا کن. عمر میگه وقتی این سخن من از زبان رسول اکرم شنیدم، برای من دیگر دنیا و آنچه که در دنیا بود مثل این کلمه مرا خوشنود نکرد که محمد از عمر دعا طلب میکند. هلالم همچنان از پیغمبر خدا گفتن شما احتیاجی دعا ندارین ای پیغمبر خدا، لکن خدا داناست که آیا این 3 روز دیگر من حیا دارم یا ندارم. میگه از نزد رسول اکرم بیرون شدند. از بین میگه چند روز، شاید 1 روز شاید 2 روز گذشت که حضرت جبرائیل میگه پایان شد. گو یا رسول الله هلال از دنیا گذشت، هلال از دنیا گذشت. خداوند بر تو امر میکند که تکفین و تجهیز هلال خود به دست خود بکن. رسول الله میگه گشته گفتم جبرائیل چرا تو شتابان هستی، چرا سراسیمه هستی؟ گو خداوند بر من امر کرد که رسول اکرم بر فوت هلال خبر بده و بعدا رفته سری بلال بالای زانوی خود بگذار، زیرا در جای وفات کرده است که بالای سری و پر از پشه است، من مگسرانی میکنم. حضرت رسول اکرم میگه حیرت نماندم و پرسیدن که یا جبرائیل هلال در کجا از دنیا گذشت؟ گفت در خانه مغیره، غلام مغیره است، در خانه مغیره از دنیا گذشته است. رسول الله میگه به جانب صحابه گشت و گفت ای اهل اصحاب، همان جوانی که داخل مسجد شده بود و ما گفتیم که جنت مشتاق اوست، امروز جنت به این آرزوی خود نائل شد، هلال از دنیا گذشت. خدای من بر من امر میکند که تکفین و تجهیز او را و غسل او را به دست خود کن. یک جای خانه مغیره میریم. صحابه میگه یک جای خیستیم، یک جای خیستیم، میگه خانه مغیره رفتیم. مغیره دشمنی خدا بود، مغیره این دشمنی پیغمبر خدا بود. وقتی نزد دروازه مغیره ده میگه راست شدیم پیغمبر خدا، بر مغیره صدا کردن که رسول الله نزد دروازه توست. این بدبخت که رسول الله را نمیشناخت، این خدا زده که رسول الله را قدر شکی نمیدانست، چی گفت؟ گفت پیغمبر نزد دروازه من چی میکند؟ کجا آمد از خانه من؟ مولوی رومی چی میگوید؟ رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد.
پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خیرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبر نو برآمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خودشان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن ماند. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت. همون خیرما چوب بود، جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبر شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. ابو جهلم، این ابو لهبم، این مغیرم، امیه ابن خلفم، همه اینا آدم بدن لیکن پیغمبر نشناختن. گفت چیکار میکند پیغمبر نزد دروازه من؟ و میگه بیرون شد. وقتی که میگه بیرون شد، رسول الله را که دید، رسول الله گفت که مغیره در خانه تو دوستی از دوستهای خدا گذشته است. گفت در خانه من کسی نگذشته است، من نو از نزد دسترخوان همراه اولاد و اجدادم بودم. گفت ای مغیره، گفت من از پیش خود نیامدم، مرا خدای خود امر کرده است. مغیره در این گپ میگه دو دیله شد، خواست رسول اکرم دروغگو کند، خانه در آمد. وقتی میگه بیرون شد، نگاه کرد همه خانه ده همه سلامت است، اون فرزندای بدبخت مشرکش همه زنده است. خواست که پیغمبر را دروغگو کند. در حالت میگه غلام دوید آمد، گفت ای مولا، گفت ای مغیره، گفت هلال از دنیا گذشته است. میگه مغیره گفت محمد، گفت عجیب گپی میزنی، از خاندان تو کسی گذشته است، از خاندان من کسی نگذشته است. یک غلامی بود وای گذشت و یک عاقل روبی من بود وای گذشت. رسول الله گفت اگر تو میدانستی که هلال کی هست، اگر تو میدانستی که هلال در کدام زینه است، هیچگاه این سخنها را نسبت ما نمیگفتی. رسول الله میگه وقتی که من داخل همون جایی که شتران اسفان همین بدبخت بستگی بود، وقتی وارد شدم، میگه نگاه کردم جبرائیل یمین میگه سری مبارک هلال بالای زانو گذاشته است و پشه هایی که بالای هلال میشیشت همه اونا را از بالای سر هلال دور میکرد. نگاه کردم پای مبارکش در بالای سرگینای شتر و سر مبارک در نزد تی پای همون شتران میگه هم تفتیدگی جان به حق تسلیم کردگی است. عمر میگه گفتن یا رسول الله من خود میشویم، من خود کفن میکنم. محمد گفت هلال غریب بود، هلال یتیم بود، هلال بیکس بود، محمدم یتیم است، محمدم غریب است. غریب را غریب میشود. حضرت میگه دست به شستن زدن، حضرت بلال کفن کردن. وقتی میگه من، حضرت عمر میگه همراه رسول الله که وقتی به قبر بردیمش، در قبر میگه وقتی که هلال داخل کردیم که حضرت در دنیا روزدار بودن، میگه دهن لحد بسته شد، رسول اکرم تبسم کردن. صحابه میگه پرسیدن یا رسول الله این قبرستان که موضع تعزیت است، موضع جای گریه هست، این خنده بهر چیست؟ رسول الله گفت وقتی که هلال گذاشته شد، دو حور از بهشت در دست یک طعام جنت، در دست یک شراب از حوض کوثر نزد میگه بلال حاضر شدند. یکی میگفت بلال گرسنه آمده است، طعام جنت میخورد. یکی میگفت که هلال از دنیا تشنه آمده است، این آب می نوشد. یک حور دیگر آمده است، میگه به جانب من اشاره میکرد ای محمد هلال در نکاح من بدرار. میگه هلال به جانب من تبسم کرد و گفت لا اريد الا هو، نه طعام میخوام، نه شراب میخوام، نه حور در نکاح خود میدرارم، تا جمال الهی را نبینم من به هیچ کدامی راضی نیستم. محبت بین، تا جمال خدا را من نگاه نکنم، بر من نه زن لازم است، نه شراب لازم است، نه طعام لازم است. با این گونه از دنیا گذشتن. دشمنی را بینید. ابو لهب وقتی که در سوره شعرا آیت 214 ای را تحلیل شد، وقتی نگاه کردیم خداوند امر کرده بود است و انذر عشیرتک اقربین. محمد اولاد اجداد از خدا بترسان. تمام آن کسی که
عمکی توست، تقای توست، خاله و عمه توست، همگی را از عذاب خدا بترسان. رسول الله میگه بالای کوی صفا برآمدم و گفتم ای بنی عهدی، ای بنی فهد، ای بنی هاشم. میگه وقتی از بالای صفا در مردم عرب میگه در حالت صدا میدادن که اگر یگان خطر می آمد یک کس از بالا میبرامد اعلان میکرد. تمام مردم میگه وقتی صدای محمد شنیدن همه دوام به پیش رفتن. میگه رسول الله از بالای کوه به خویش تبارش گفت که در این مجلس ابو لهب هم اشتراک داشت. گفت امروز آیتی از جانب خدا آمد، گفت که خویش و قومیتت را از عذاب من بترسان. میگه ابو لهب از بین خیست و چی گفت؟ گفت تبا لک علی هذا اليوم جمعتنا. ای محمد تو هلاک شوی، همین روزی دراز برای همین سخن مرا جمع کردی، برای همین سخنی که ما را به سوی خدای خود دعوت میکنی برای همین دعوت کردی. بعضی مفسران میگه سنگ هم برداشت، سنگ هم برداشت، میگه به جناب رسول اکرم حواله داد. رسول الله وقتی از این معرکه ناخشنود شدند، غمگین شدند، زیرا که اگرچه اولادها همش انکار کردند لکن مثل ابو لهب مشقت و دشنام ندادند. وقتی میگه رسول الله دویم بار دعوت کرد، ابو لهب گفت آیا وقتی من دینی تو را قبول کنم از دینی تو چی فایده هست؟ رسول الله گفتند که وقتی تو اگر دینی مرا قبول میکنی تو و سایر مردم در حق برابر هستین. گو من بر این قدر دولت سهولتی که دارم برابر یک آدمی کم بغل هستم؟ رسول الله گفتند که خدا میگوید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد من دولت و سهولت اعتبار ندارد، نزد من کسی که از خدا میترسد اونها برابر هستند. میگه ابو لهب گفت هلاک شوی با همراه این دینت که من برابر مردم کم بغل برابر باشم. میگه پیوسته از پی آزار رسول اکرم شد آیت فرامد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. هلاک باد هر دو دستی تو ای ابو لهب شکسته باد. و شکسته شد. وقتی این آیت آمد ام جمیله که زن این ابو لهب بود که کارش میگد حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن یک ریسمانی داشت، میگد کارش حیزم کشی بود، فقط خار میکشید، نزد دروازه پیغمبر و نزد در مسجد میپاشید تا که مسلمان ها آزار بیابند. این ابو لهب پهلو با پهلوی پیغمبر خدا میگد خانه داشت. وقتی رسول الله میگد در میدان که خراگ میپخت آورده همین پسمانده گوسفند و پسمانده بز میگد در دیگ پیغمبر خدا میپرتافتند. رسول الله میبرامدن غمگین میشدند. آیا میگو حق همسایگی همین است؟ دیگر حضرت هیچ سخنی نمیگفتند مگر که یک اخلاق حمیده خوبی داشتند. این ابو لهب میگه 3 فرزند داشت، یکی عتبه، یکی معتب، یکی عتیبه. این عتبه و این عتیبهش باز دامادای پیغمبر بود. اینا پیش از پیغمبری شدنش 2 دخترش رقیه و ام گلثوم در دست این 2 فرزند ابو لهب بود. وقتی این آیت کی آمد ابو لهب غمگین شد. ابو لهب در مثال یک غمگین، یک بگیم دهشت در وجودش پیدا شد که رسول الله مرا مسخره میکند، باز از خدای خود چیزی برای من آورده است. میگه در حال عتبه و عتیبه را فرمان داد که دخترهای پیغمبر را طلاق کنید. اگر شما دخترهای پیغمبر را طلاق نمیکنید پدری من بر شما حرام است. این عتبه و معتبش بعد فتح مکه باز ایمانی به پیغمبر آوردن، لکن عتیبهش به زمانی که دختر پیغمبر که رقیهش در دستش بود طلاق داد، باز چیکار کرد؟ گفت پدر گفت من رفته گفت
پیغمبر خدا را اذیت میتم. پدرش اجازت داد، مرحمت گفت، رفته اذیت شده. آمد میگه در پیش پیغمبر دختر پیغمبر را طلاق داد و گفت که ای محمد، گفت من آیتی اذا نجم الهوا الذی اذا تدلی را انکار میکنم. این آیت چی است؟ پیغمبر خدا میگه ستاره ها، خداوند قسم خورده است با ستاره هایی که در آسمان است. بعضی مفسران میگه برای چی خداوند با ستاره ها قسم خورد؟ میگه برای که عدد ستاره نامعین است. دوم این که به نهایت حرکت کلان دارند و هر یک ستاره آسمان چندین برابر از زمین کلان است. برای قدرت خودش خداوند قسم خورد. الذی اذا تدلی، پیغمبر خدا گفته بود که به نزد من جبرائیل میفراید، بر من وحی میارد. این عتیبه گفت که من با آن ستاره هایی که خدای تو قسم میخورد و با این جبرائیلی که تو میگوی من انکار میکنم، اینا را باور نمیکنم. باز بازم این چیکار کرد؟ میگه دهنش میگه پر از خطوف کرد و با پیغمبر خدا حواله کرد. توف به اندام پیغمبر پرتافت. صاحب قرطبی میگه هزارها شکر که میگه این توف بدبخت در چهره پیغمبر خدا نافتید. لیکن پیغمبر خدا چی گفت؟ دست برداشت گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. خدایا گفت این بدبخت، این روسیا را با سگ از سگهای خودت گفت مبتلاش بساز. ابولهب همراه 3 فرزندش دائم که تجارت میکرد به شهر سوریه میرفت. هر 3 فرزنداش قطعی میگه رهسپار شد، به شهر شام رسیدند. در یک دهه میگه قرار گرفتند. مردم این دهه آمد گفت در اینجا شیرها بسیار است، آدم ها را شکار میکنند، خوب میشد که از اینجا دورتر میرفتیم. ابولهب گفت من فرزند خدمت در بین شترها میخوابانم و عسکر در اطرافش میمانم، هیچ کس بر این زیان و زلال داده نمیتواند. لیکن وقتی که خدا خواسته باشد، وقتی که قدرت خداوندی که بالای کسی نرفته باشد، اگر در داخل قصر باشد که به منزله سوزن سوراخی نداشته باشد، حکم خدا اونجا داخل می شود. میگه در بین خوابید همان سگی که از سگهای خدا را پیغمبر دعا کرده بود، شیر از شیرها میگه پیدا شد و میگه با بالای شترها میگه قدم میزد، شتر میگه از جاش نمی جنبید. آمد میگه بو میکشید، هر عسکر بو میکشید. به ناگاه میگه به راس عتیبه رسید. بر زمان میگه از گلوی این بدبخت میگه داشت و میگه پاره پارش کرد. سحر میخیزند این بدبخت در چه حالت میبینند؟ در حالتی که دعای پیغمبر خدا در حق این ناکس تأثیر کرده بود. دشمنی هم جزای خودش میگیرد. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. البته هر کسی که برای اسلام، برای قدر پیغمبرش، برای قدر یک عالم پس کردن میخواهد، انشاءالله البته ما به خود یک خدای داریم، یک خدای داریم که قصاص همه ما را از ظالمای ما میگیرد. هر کی با شمع خدا سازد پفو، کسی میخواهد که این شمع، این قرآن، این نور اسلام خاموش کند. رومی چی میگد؟ هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوزی او. این شمع نمیمیرد دیگر، این روشنی قرآن باز روشن میشود، این نمیمیرد مگر پوف کننده را زبان و دهانش میسوزد. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. این بود مختصراً از حیات محبت صحابه پیغمبر با پیغمبر خدا و از حیات دشمنهای پیغمبر خدا که مناسبت پیغمبر چی دشمنی ها کردند و چی جزاها دیدند. البته ما و شما شنیدیم. کار کنیم که ما و شما امت نوگی زبانی نشیم. کار کنیم که هر یک زمان ایمان ما عوض نکنیم. بر سر بنده مومن مصیبت ها و مشکلات ها هر زیلش بسیار می آید. ما و شما صبر کننده باشیم. با اندک مصیبتی که بالامون می آید در حال شکست دل نشیم، بلکه چیکار کنیم تا چند محبت ما،
تا چند محبت ما و شما قویتر زیادتر در دل ما و شما شود. زیرا رسول الله خود گفتند مصیبت اول به سینه پیغمبرها، بعد بر عالمها، بعد بر اولیاها، بعد به جمیع مردم آمده میرسد. رسول الله را وقتی میگد ایمان می آوردن چی میگفتند؟ میگفتند مادامی بر من ایمان آوردی دروازه فقر برای تو گشاده می شود. یعنی دروازه تنگ دستی و دروازه های مصیبت بالای تو گشاده می شود. تو چیکار نکن شکست دل نشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا محبت پیغمبر خدا را در دل همه ما بندگانت زیادتر بساز. خدای مهربان، فردای قیامت که خود وعده کرده ای ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای محمد زود است که من ترا بیرق شفاعت میتم تا آن زمانی که اگر تو از من راضی نشوی من بیرق شفاعت را از دست تو نمیگیرم. خدایا از این شفاعت پیغمبرت اهل این امتات برخوردار بساز. خدای مهربان روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه امت رسول اکرم در روی دنیا صفش زیادتر بساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانی که در اینجا خیر احسان ها کردند، خدای خیر احسان ها را به درگاهش مقبول بسازد. مرادها و مطلوب هایی که دارن برآورده خیر، بیماری هایی که دارن خدای با بیماری های شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی کند. یکی از بیماری ها اینجا بابای شفیع که محله ما چندین سال از بیمار است، نشستگی است. خدای شفای کامل و شفای عاجل این بنده هم نصیب و روزی بسازی. گذشتگانی که از ما و شما گذشتند